در پایان زمستانی سخت و سرد و سنگین، سرگذشت 11مین بهار برکتبار انقلاب شاه و ملت را شنوا باشیم. اگر در میان شما یا گروهی از شما برای تکمیل، برای تعدیل، برای حتی وضع اصول جدیدی در انقلاب ایران که هیچ وقت نه متوقف شده است تا به حال و نه میتواند متوقف بشود، میتوانید اظهار نظر بکنید و من آن را البته در نظر خواهم گرفت، چون بالاخره این مملکت و جامعه تعلق به مردم دارن، همونطور که می شود گفت مردم تعلق به این مملکت دارن. با چه سخنانی انسانی تر امکان داشت آغاز کرد سرگذشت سالی را که گذشت، جز سخنان اندیشمند و بزرگوار انسانی که در 11مین سال انقلاب شاه و مردم دروازه‌های بیشمار دیگری به سوی تمدن بزرگ به روی ملت ایران باز کرد. سال گذشته رخشندگی بزرگتری یافت. اموالی که از بطن انقلاب 6 بهمن 1341 در متن زندگی فرد مردم ایران تجلی کرد. همه چیز از زحمت کشترین رشته‌های اجتماع ما، روستاییان و کارگران آغاز شد. روستایی به بند کشیده شده که در برغوت فردولیسم روزی 1000 بار طعم شرنگ مرگ را می چشید. گسسته بند به پاس انقلاب ایران پای تراکتور را به روستای خود باز کردند. کارگر از همه چیز محروم به استثمار محروم ایرانی دود از کار رفته خود را در تقسیم سود کارخانه ها یافت. مادر صنایع متولد شد. صنعت نوپای ذوب‌آهن ایران اشتغال بیش از 60,000 کارخانه مستقیم و فزونتر 300,000 افراد وابسته را فراهم کرد. از همان دوران جنگ جهانی دوم که منتفقین دوران برخلاف تمامی موازین اخلاقی و انسانی تداوم خلاقیت ملت ایران را متوقف ساختند، فرزند برومند رضاشاه کبیر در اندیشه بود، اندیشه آزادگی. تمامی قشرهای مردمی در جنگ نفاقها و تضادهای جهت‌ناپذیر با طلوع خورشید هستی آفرین انقلاب شاه، آلوده‌های اجتماعی کشور در جهت پیشرفت‌های هرچه فزونتر دگرگون شد. به فرمان رهبر انقلاب اقدامات اساسی برای ایجاد صنایع به مرحله عمل پیوست و بخش صنعت به عنوان یک پدیده پرتکاپو و تعیین کننده توانست نیروهای آزاد شده از روستاها و بیکاری‌های آشکار و نهان را در رشته‌های تولیدی خود جذب کنه.
ارزش تولیدات صنعتی کشور از 97 میلیارد و 900 میلیون در سال به 600 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافت. سال گذشته شاهد افزایش کارخانه‌های بزرگ به 5900 واحد بودیم و فراموش نکنیم که این رقم در سال 1342 تنها 3500 واحد بود. بلافاصله ترین محصول این افزایش فضولی یافتن تعداد کارکنان از 146,000 تن به 336,000 تن. تصادفی نبود. تصادفی نمیتوانست باشد. گسترش فرایند یک اوج صنایع سنگین و سبک که از طریق آن چه بسا باران که بر چمنزاران سعادت و ملت ما باشد. به سخنان الهام بخش رهبر انقلاب گوش فرا دهید. ما هم کار امروزی رو باید انجام بدیم مطابق احتیاجاتمون، مطابق امکاناتمون و هم خودمون برای فردا حاضر بکنیم. این وسط هر چیزی که می شود میانبر زد باید انجام بدیم. سپاسی صمیمانه به خاک پای ملوکانه سال گذشته بود که حاکمیت مطلق ایران بر صنایع و منابع نفت بنا به اراده رهبر انقلاب یک بار و برای همیشه به دخالت بیگانگان در سرنوشت مفصل ترین منابع ملی ما پایان داد.